سلام و درود به برنامه چشمانداز خوش آمدید. گیره ژئوپلیتیکی در اوکراین نگاه‌ها را از چهارگوشه جهان و از اون جمله تاجیکستان به این منطقه شوروی پیشین کشیده دو دیدگاه را ضد هم گذاشته است. بخشی از مردم ورود نیروهای روسیه را به اوکراین به مورد می‌شمارند و برخی دیگر این را اشغالگری و پایمال کردن استقلالیت کشوری دیگر می‌نامند. برای نمونه این شهروند تاجیکستان میگوید روزی نیستم که اگر یک دولتی که مستقل مثلا اوکراین دولت مستقل است، پایتخت دارد، پرزیدنت پارلمان دارد، قانون خودش دارد، این با فکر من این کاملا درست است که درآمده برای چی روسیه مثلا میتواند درآمده دولت دیگر ضبط کند؟ برای چی؟ چرا؟ مقصد چیه این درآمدن به دولتی؟ مقصد را شهروند دیگری تاجیکستان چنین شرح میدهد. اگر روسیه با اوکراین دخالت نکند، مملکت‌های خارجی امریکا و دیگر دولت‌های انگلیس، فرانسه، دیگر دولت‌های پر اقتدار اوکراین را ضبط میکنند و مستملکه خودشان میگیرند. آهسته آهسته قوه روسیه و تریتوری روسیه کمتر میشه. روسیه باید حرکت کند که تمام دولت‌هایی که در گرد اطراف خودش مستحکم نماید. پس از 3 ماه تظاهرات شبانه روزی، زده‌خورد تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، هلاکت نزدیک به 100 نفر و فرار رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، پارلمان اوکراین او را برکنار و حکومت نو را تشکیل کرد. این در حالی است که گفته می شود روسیه از یانوکوویچ و غرب از احزاب مخالف حمایت می کردند. اکثر تاجیکان، مخصوصا نمایندگان نسل میانه و کلانسال، به شباهت‌های اوکراین امروزه و تاجیکستان سال 1992 اشاره می کنند. یکی از آنها نظرالله مشرفوف میگوید اگر با فکر من اگر دیگر جمهوری میشد و از تجربه ما یک بهره میبرد، امروز در روزهای یکم سرشوی اولی همین حادثه اگر باید میگویم گفتم ممکن است که همیشه میزد نابود میکرد، هیچ وقتی این حادثه نمیرد. حکومت یانوکوویچ ظاهرا میخواست چنین کند ولی نتوانست. خود ناراضیان هم به پیشوازی مرگ میرفتند و میخواستند نشان دهند که شعارشان آزادی یا مرگ است. چرا اوکراین به چنین روز رسید؟ نظر عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری: اون حادثه‌ای که در اوکراین رخ داد فکر میکنم نتیجه منطقی روندهای چند سال اخیر بود که یانوکوویچ تمام قدرت رو در دست خود جمع کرده بود و حتی بیزنس رو هم به نزدیکان خود داده بود که برای ملت اوکراین که یک ملت واقعا پیشرفته، آگاه و در مقایسه با دیگر ملت‌های سابق کشورهای شوروی خودشناسی بلندتر دارند، این قابل قبول نبود و باعث واکنش شد. من فکر میکنم که دیر یا زود این حادثه باید در اوکراین رخ میداد، چون یانوکوویچ و کماندش از تجربه تلخ دیگر رهبران قبلی اوکراین و دیگر کشورهای سابق شوروی برای خود عبرت نگرفتند. اینجا هم برخی از تحلیلگران رویدادهای اوکراین را غیر انتظار نمی‌شمارند ولی برخی دیگر آن را فلاکت تاریخی می‌نامند. سیاستشناس روس سرگئی مارکدانوف درباره تأثیر این واقعه‌ها به قلمرو پس شوروی چنین شرح می‌دهد. من فکر می‌کنم حرکت به سمت سناریوهای انقلابی همه حکومت‌های کشورهای پس شوروی را وادار می‌کند دست کم هوشیارتر شوند و همه گونه تلاش‌های فعالیت اپوزیسیونی را سخت سرکوب نمایند. ولی به عقیده ناظران دیگر دورنمای وضع به عملکرد روسیه بستگی خواهد داشت. رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف میگوید رفتار فدراسیون روسیه بسیار چیزا وابسته است. امروز باید که روسیه اکنون با عقلتر باشد و نسبت مثال تاجیکستان هم که خواهیم نخواهیم از جهت ژئوپلیتیکی تاجیکستان هم آسیای مرکزی هم این زون ژئوپلیتیکی زون مثال منفعت‌های ملی مثال فدراسیون روسیه است. برای همین این باید که روسیه حکومت آشکارا اعلام کند در اساس برابری همین چیزها برای عمل گرداندن قدم‌های مثال استوار را گذاشته میشه کرد. لیکن تا امروز روسیه از بسیار جهت تنها مثال در اساس منفعت‌های ملی فقط استفاده میکند. به عقیده رئیس مرکز جهان شمولی و مطالعات منطقه‌ای سرگئی گریگوریان در نتیجه این بحران فشار روسیه به کشورهای پس شوروی کاهش خواهد یافت. جنگ در کریم باشد مخالفان و حکومت‌ها را در این کشورها ضد منافع روسیه متحد خواهد کرد.
در یک صحبت خاص با رادیوی آزادی ماکسیم شفچنکو تحلیلگر امور سیاسی و عضو شورای حقوق بشر نزدیک پرزیدنت روسیه گفت اشتباه اساسی کرمل چه نسبت اوکراین و چه نسبت تاجیکستان این است که کرمل نه با خلقها بلکه با اگنت‌های نفوذ یعنی حاکمان کار می‌کند. از یک طرف بایهای روسیه به این کشور تاجیکان، ازبک‌ها، قرقیزها و اوکراینی‌ها را همچون غلام جلب می‌کنند و کار می‌فرمایند و از سوی دیگر با همین گونه آدمان بای در تاجیکستان، اوکراین، قرقیزستان و کشورهای دیگر کار می‌کنند. یکی از نمونه‌های مناسبت به کشورهای شریک روسیه در اظهارات اخیر معاون رئیس دومای دولتی این کشور و رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی صدا داد. ژیرینوفسکی حق موجودیت دولت‌های آسیای مرکزی را رد و آنها را بخشی از قلمرو روسیه خواند. برخورد مقامات روسیه به مهاجران نیز بیانگر بی‌احترامی به حق انسانی آنهاست. برای نمونه تاجیکان از آنکه مهاجرانشان در روسیه کار و نان می‌یابند شکرگزارند، اما از وضع این مهاجران و حمایت مسکو از حکومت خودکامه تاجیکستان ناراضی‌اند. زوراوری در اوکراین برای آنها دوامی همین سیاست خواهد بود که با نظر داشته حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان احساس وابستگی جاودانه را انگیزش خواهد داد.